به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار جالب شروع میکنیم. این کتاب از هنر و ادبیات جهان هستش. غزل‌های شکسپیر بسیار قدیمی هستش. ترجمه منظوم از آقای بهنام مقدم که متخلص به میم نقطه رها هستش و شرح اشعار رو آقای محمد همایون وش نوشتن. در سال 1379 چاپ اولش بوده و در سال 1380 چاپ دومش هستش. اما توسط انتشارات نقش و نگار در تهران چاپ شده و کتاب جالبی است. این کتاب با مقدمه از شکسپیر، غزل‌ها و اشعارش به وجود اومده که من در ابتدا با مقدمه چند صفحه‌ای این کتاب رو شروع میکنم. لطفاً با من همراه باشید. درباره شکسپیر، شاعر آسمان شکوه طبیعت و بلند مرتبه ترین نمایشنامه نویس جهان، در خانواده متمول و سرشناس در استراتفوردان ایوان دیده به جهان گشود. پدرش جان شکسپیر یکی از خرده بورژواهای معروف در کار تجارت پشم بود و از این راه ثروت هنگفتی به دست آورد. او 10 فرزند داشت که شاعر جاودان ما بزرگترین آنها بود. اطلاعات موجود در خصوص زندگی شکسپیر به شکل اعجاب‌آوری پربرگ و حجیم اما به طرز ناامید کننده‌ای کمبار، فاقد تنوع و بیشتر بر اساس اسناد و مدارک رسمی بجامانده از دوران حیات وی است. مواردی نظیر تاریخ تولد، ازدواج و مرگ و اسناد اموال و دارایی‌ها و مواردی از این دست که هیچ پرتو روشنگری بر اعماق ناپیدای زندگانی او نمیتاباند. اسناد موجود در کلیسای بخش استراتفوران ایوان حکایت از این دارد که شکسپیر در تاریخ 26 آوریل سال 1564 غسل تعمید یافت. هرچند بنابر سنت مألوف تولد او را در روز 23 آوریل جشن می‌گیرند. شکسپیر که او را بنا به مناسبت محل تولدش استراتفورد و به جهت شهرت شعریش بارد نیز می‌خوانند، تحصیلات مدرسه‌ای خود را با موفقیت دنبال کرد و به فراگیری دستور زبان انگلیسی و ذرایع و دقایق آن همت گماشت. تحصیلات رسمی در آن دوران بیشتر در زمینه خواندن و نوشتن زبان لاتین و برخی آثار مورخان، شاعران و اخلاق‌گرایان لاییک تمرکز داشت. استراتفورد تحصیلات رسمی خود را ادامه نداد و هیچگاه دروس خشک و تعقلی منطق و فلسفه یا لفظ‌بازی‌های تصنعی و تکلف‌آمیز رایج در رشته‌های ادبی دانشگاه‌های بریتانیا در او جاذبه ورود به دانشگاه ایجاد نکرد. شکسپیر در عوض قدم در راه واقعی زندگی گذاشت. دل در گرو دختری به نام هاتوی که 8 سال از او بزرگتر بود نهاد و با او ازدواج کرد. تا 8 سال پس از ازدواج و قبل از اینکه نام او را در لیست بازیگران تئاتر در لندن بیابیم، هیچ سند قابل ذکری از زندگی او در دست نیست. اما شواهد موجود حکایت از این دارد که او نیز قدم در نهج پدر نهاد و به سوداگری پشم روی آورد. داستان معروفی نقل شده است در خصوص رابطه او با دزدان گوزن پارک سر توماس لوسی و اقامه دعوای فرد مزبور علیه شکسپیر و جلای زادگاه و گریختن او از چنگ قانون به لندن، که البته در این خصوص سلسله راویان منقطع است و صحت آن در محاق ابهام. شکسپیر در لندن مدتی در نهایت فقر و فاقه روزگار گذرانید، اما دیری نپایید که سهولت تنگدستی و افلاس در آن زمانه پر اسرت چنان بر او عارض و غالب گشت که برای ارتزاق و تأمین معاش ناگزیر به کار نگهبانی از اسبان در جلوی سالن‌های تئاتر مشغول شد. همین مراودات و مرابطات اندک و پراکنده
با بازیگران و دستاندرکاران تئاتر او را نیز وارد جریه هنرپیشگان تئاتر ساخت. اما شکسپیر هیچگاه موفق به ایفای نقشی فراتر از روح در نمایشنامه هملت نشد. اسناد نه چندان معتبری به دست آمده که حاکی از آن است که شکسپیر بین سالهای 1598 تا 1603 در بسیاری از کمدی‌ها و تراژدی‌هایش در هیئت نقش اصلی و عمده ظاهر می‌شده و از این راه اندوخته هنگفتی به چنگ آورده است. اما صحت این ادعا محل بحث و اشکال فراوان است. اگر سخن فوق را نادیده انگاریم، به واقع باید اذعان داشت که نه شکسپیر استعداد ایفای نقش‌های اصلی را در تئاتر از خود بروز داد و نه بازیگری تئاتر توان بالقوه اقناع جاه طلبی‌های او را به نمایش گذاشت. اما همین تجربه اندک در تئاتر کافی بود تا شکسپیر با به کارگیری نبوغ بیمانند و شگفت‌آور خود و بدون برخورداری از کوچکترین و کمترین آموزش رسمی با یا همراهی و همفکری کارکشتگان تئاتر یا هر نوع توجه و تفقد از غیر اقدام به خلق بدیع‌ترین و بی‌بدیل‌ترین نمایشنامه‌ها و آثار ادبی کند. شکسپیر در نگارش و پردازش نمایشنامه‌ها و به ویژه در شخصیت پردازی نبوغ و قریحه‌ای بیمانند دارد و چنان نیش و نوش، عشق و نفرت، زشت و زیبا، فرش و عرش و ابهام و ایهام را در هم آمیخته که هنوز با گذشت نزدیک به 450 سال تواناترین بازیگران از ایفای موفق آنها اظهار عجز می‌کنند و بزرگترین منتقدان و صاحب نظران ادبی در تحلیل و درک آنها ناتوانند. مشهور است که ملکه الیزابت که شکسپیر همواره از التفات و عنایت او در دوران شهرت ادبی خود برخوردار بود، چنان مجذوب شخصیت سر جان فالستاف در نمایشنامه هنری چهارم گشت که از شکسپیر خواست ادامه نمایشنامه مذکور و جریان رابطه عاشقانه او را نیز با قلم پرتوان خود به رشته تحریر درآورد. شکسپیر را پدر نمایشنویسی انگلستان و مثال اعلای ادبیات غرب به شمار آوردند. نمایشنامه‌های او را به 3 بخش کمدی، تراژدی و تاریخی که ترکیبی از 2 بخش اول است تقسیم کردند. وی موضوع بسیاری از نمایشنامه‌های خود را از تاریخ روم باستان و کتاب پلوتارک زندگی نامه نویس شهیر یونانی برگزیده و به نیروی تصور و تخیل به صورت تراژدی‌های زیبا درآورده است. ظرایف و دقایق ادبی و متن متقن و پرصلابت این آثار که در نهایت فصاحت و بلاغت به رشته تحریر درآمدند، چنان خواننده را در پنجه انقیاد خویش گرفتار و او را مجذوب و مغروق بحر عمیق معنایی خود می‌سازد که شاید نسخه ثانی برای آن نتوان یافت. برخی از منتقدان غیر انگلیسی در تلاشی مذبوحانه کوشش کردند تا با تشبث به تغایر و تناقض برخی از صحنه‌های نمایشنامه‌های او با سنت مألوف و معمول درام‌نویسی بر او خورده گیرند و چنین ادعا کردند که او از نظر آشنایی با ظرایف و دقایق درام‌نویسی فردی کم‌مایه و بی‌سواد بوده است. اما حتی پذیرش این فرض محال نیز ما را به این نتیجه راهنمون می‌سازد که شکسپیر به واقع تنها موجود انسانی است که اصولاً و اساساً به سواد و آموزش رسمی هیچگاه نیاز پیدا نکرد. فرزند خلف طبیعت چنان از صرافت طبع و مناعت غریزی و دانش آفاقی و طبیعی برخوردار بود که توانست چنان شاهکارهای جاویدی بر تارک ادبیات جهان ثبت و ضبط کند. شاهکارهایی که این منتقدان کم بضاعت چیزی جز لفاظی‌های نقدنما بر آن نیفزودند. به هر روی از سالهای دراز اقامت شاعر در لندن و اوضاع و احوال زندگانی او در این شهر اطلاع چندانی در دست نیست.
اما ظن غالب این است که قسمت اعظم وقت او را نویسندگی به خود اختصاص می‌داده و ظواهر امر حکایت از این دارد که شکسپیر به نوشتن نمایشنامه رغبت و توجه بیشتری داشته تا شعر و شاعری. اما لحن مطمئن و موزون الفاظ و عبارات آثارش شاهدی است بر ذوق شعری او. معروف است که در سال 1593 و به هنگام شیوع طاعون در لندن و مهاجرت ساکنان این شهر او در لندن باقی ماند و 2 کتاب معروف شعر روایی خود به نام‌های ونوس و آدونیس و تجاوز به لوکریس را به رشته تحریر درآورد. شکسپیر در سال 1613 کار نویسندگی را به صورت فعال کنار گذاشت و به زادگاه خود نزد خانواده‌اش بازگشت و چندی در گمنامی به سر برد و همانطور که اولین زندگی نامه‌نویس شکسپیر نیکولاس رو خاطر نشان ساخته است، قسمت پایانی زندگی او همانند سایر مردان منی در آرامش و رفاه و به ملازمت و معاشرت با دوستان سپری شد. از شکسپیر وصیت‌نامه‌ای باقی مانده است که تاریخ تنظیم آن اوایل سال 1616 می باشد. سرانجام شاعر بزرگ طبیعت در روز 23 آوریل سال 1616 و در 53مین سال روز تولدش چشم از جهان فرو بست و جسد او در روز 26 آوریل در کلیسای استراتفورد و بدون هیچ تشریفاتی به خاک سپرده شد. ولی پس از مدتی بر سر گورش آرامگاهی با شکوه بنا نهادند. بر روی لوحه‌ای در دیوار نزدیک محل قبرش این 4 خط شعر حک شده است: دوست عزیز، به خاطر عیسی مسیح از کندن غبار مدفون در این مکان حذر کن. خدای رحمت کناد آن را که به این سنگ‌ها رحم کند و لعنت کناد آن را که استخوان‌های مرا از جای تکان دهد. داستان‌های بجامانده از قرن 17 حکایت از این دارند که این 4 خط شعر مانند کمایه را شکسپیر خود و برای منع دیگران از نبش قبرش نگاشته است. آخرین بازمانده ویلیام شکسپیر موسوم به الیزابت هال که نوه دختری او و فرزند دکتر جان هال بود، در سال 1670 و بدون اینکه فرزندی از خود به یادگار گذارد درگذشت و بدین ترتیب نقطه پایانی بر دفتر دودمان این شاعر بزرگ نهاد. تنها 2 تک چهره یا پورتره از شکسپیر باقی مانده که میتوان به اصالت و صحت آنها یقین داشت. یکی از آن 2 مجسمه نیمتنه او در بنای یادبودش در کلیسای استراتفورد است که توسط گرارد جانسن اندکی پیش از سال 1962 ساخته شده و دیگری اثر حکاکی متعلق به مارتین دروشات می باشد. هنوز به درستی مشخص نیست که اصولاً این 2 هنرمند خود شکسپیر را دیده بودند یا خیر، چرا که دروشان به هنگام مرگ شکسپیر 15 سال بیشتر نداشت. هیچ یک از این 2 شمایل را نمیتوان به معنای واقعی کلمه یک اثر هنری نامید. غیر از این 2 اثر، نقاشی‌های فراوان دیگری معاصر با شکسپیر ترسیم شده‌اند که صحت تصاویر آنها محل تردید است و بسیاری از منتقدان بر این گمان پا می‌فشارند که نقاشان آنها را فقط و فقط به خاطر تخفیف و تسکین آلام و تشدید خاطر ناشی از 2 چهره بی‌عاطفه و بی‌احساس قبلی ساخته شده از شکسپیر که بر هواداران آنها عارض گشته بود به تصویر کشیدند و هیچ نسبتی با شکسپیر واقعی ندارند. به هر روی، همان گونه که بن جانسون هم خاطر نشان ساخته، طریق هضم و اعتدال آن است که بیشتر به مداقه و کنکاش در آثار و کتب باقی مانده از شکسپیر بپردازیم تا اینکه در بند کیفیت تمثال و تصویر واقعی او باشیم. هرچند در خصوص زمان دقیق و توالی زمانی آثار شکسپیر اجماع عام وجود ندارد و این امر به ویژه در مورد نمایشنامه‌های نوشته شده در فواصل زمانی 1601 1585 1605 تا 1607 و پس از 1609 شدیدتر است،
با این حال بر اساس آماره‌های ضمنی مندرج در داخل آثار و اسناد و مدارک خارجی و بر اساس این محاسبه علمی برخواسته از تجربه عملی که امکان نگارش بیش از 2 نمایشنامه با کیفیت آثار شکسپیر در هر سال وجود نداشته، به نظر می‌رسد که قریب به یقین‌ترین کرونولوژی یا تاریخ نگاری آثار شکسپیر به شرح زیر است که عنوان‌های نمایشنامه‌ها را آورده به زبان لاتین هستش که من صرف نظر می‌کنم از خوندنش. غیر از اینها شکسپیر 2 مجموعه داستانگونه شعر به نام‌های ونوس و آدونیس و تجاوز به لوکریس دارد که همانطور که قبلا نیز اشاره شده تاریخ دقیق نگارش آنها حوالی سال 1593 و زمانی است که تا اون همه فعالیت‌های تئاتر را در لندن متوقف کرده بود. از سوی دیگر در خصوص تاریخ دقیق نگارش و سرودن ساندها بحث و جدل‌های فراوان صورت گرفته که به آن اشاره خواهد شد. درباره ساندهای شکسپیر همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، شهرت شکسپیر بیش از اشعارش مرهون نمایشنامه‌های اعجاب‌انگیز اوست. بنابراین شکسپیر پیش از انتشار ساندها یا به تسامح غزلیاتش قلل افتخار را طی کرد و فردی منتفض در محافل ادبی و صد البته شخصی متمول به شمار می آمد. اولین آثار منظوم و به جا مانده از شکسپیر 2 اثر روایی غیر دراماتیک به نام‌های ونوس و آدونیس و تجاوز به لوکریس می باشد. بعدها سنت درام نویسی آهنگین و مسجع به جا مانده از مارلو شکسپیر را از ادامه شعرنویسی بی‌نیاز ساخت. اما شکسپیر هیچگاه شعرگویی را یکسره رها نساخت و مجموعه‌ای ماندگار از 154 ساند از خود به یادگار گذاشت. اینکه این ساندها چند سال پیش از تاریخ اولین انتشارشان در سال 1609 سروده شدند هنوز در محاق ابهام است. اما واقعیت این است که ساندهای شماره 138 و 144 با اندکی تغییر در سال 1599 و در یک کشکول ادبی به نام زائر عاشق پیشه و توسط ناشری به نام ویلیام جگرد به چاپ رسیده بود. این امر به همراه شواهد بسیار دیگر نشان می‌دهد که ساندهای شکسپیر بسیار بیشتر از تاریخ اولین انتشار یعنی 1609 سروده شدند. از سوی دیگر در خصوص اینکه ساندهای شکسپیر به همین تعداد 154 قطعه محدود بوده یا شکسپیر ساندهای دیگری نیز داشته است که به قول خودش داس ناگزیر زمان آنها را پرپر کرد، به یقین نمیتوان سخن گفت، هرچند شواهد و قراین حکایت از وجود چنین ساندهایی دارد. در سنت ساندنویسی دوران الیزابت رسمی معمول بود که طبق آن ساندها را به شکل مسلسلوار و دارای توالی سوری و معنوی می‌سرودند، به شکلی که کل مجموعه هیئت یک داستان روایی را به خود می‌گرفت. شاید مجموعه استروفل و استلا اثر معروف سر فیلیپ سیدنی یا مجموعه آمورتی یادگار گرانسنگ ادموند اسپنسر بهترین شاهد این مدعا باشد. به هر روی ساندهای شکسپیر از چنین توالی سوری و معنایی بهره نمیبرند و تنها در مواردی اندک میتوان خط فکری متوالی قابل تعقیبی در آنها یافت. البته برخی از کارشناسان و منتقدان ادبی تلاش کردند تا با تشبث به همین موارد معدود و برقراری پیوند معنایی میان آنها و قرار دادن ساندهای ظاهراً منفرد در لابلایشان تأثیر شکسپیر از سنت ساندنویسی اسلاف خود را نشان دهند. اما اغلب پیوندهای معنوی برقرار شده تصنعی و تحکمی بوده و بر هیچ کدام از آنها نمیتوان به یقین مهر صحت نهاد. گروهی دیگر از منتقدان بر این گمانند که فضای حاکم در اون مایه و سیر تطور درونی و سوری ساندهای شکسپیر چنان دچار تشتت و فاقد انسجام است که کوشش در جهت ایجاد پیوند میان آنها تلاشی است مذبوحانه و عبث. با توجه به اینکه این مقدمه بسیار طولانی هستش و شاید هنوز 5 یا 6 ورقه دیگه مونده، من دیگه از بقیه خوندن این مقدمه پرهیز میکنم، هرچند که
خیلی دوست داشتم که با بقیه زندگی شکسپیر رو کشف می‌کردیم، اما غزل‌هاش رو برای شما شروع می‌کنم به خواندن. از غزل شماره 7، البته غزل‌هاش نامی نداره، فقط شماره داره. از غزل 2 شروع شده، بعدش غزل 7 هستش. ببین آنگه که از مشرق برآید مهر رخشان، سر سوزان خود بیرون کند نرم و خرامان. ز هر سو دیده ها بر نور او کرنش نمایند، و روحانی شکوهش را کنند خدمت فراوان. بر اوج تپه گردون رسد چون مهر تابان، چنان مرد میان سالی که باشد مرد میدان. کنون هم دیده ها زیباییش را می ستایند، و راه زرنگارش را شوند همراه با آن. ولی چون از بلندای فلک پایین بغلتید، به چرخ کهنه‌اش بنشسته همچون پیر نالان. بگردانند راه دیده ها از جای پستش، همان چشمان که بودن نور او را تحت فرمان. پس ای یارم تو که عمرت گذشت از نیمه اینسان، چو فرزندت نباشد وقت مرگ گریی چو باران. غزل بعدی غزل شماره 12 رو میخونم براتون. وقتی گذر عمر به تیک تاک زمان در کار است، وقتی افق روز اسیر شب تار است، وانگاه که پایان بنفشه قشنگ در راه است، گیسوی سیه زخمی برف روزگار است، وقتی که درخت سربلند این زمان بیبار است، اکنون نه چو یک سایه ده گله که یک بیمار است، وانگاه که بسته بسته شد حاصل این تابستان، در جعبه تابوت و روان به کشتزار است. آنگاه سؤال تو و زیبایی تو خواهد بود، زیرا که وجود تو هم از جمله آن بسیار است. بر باد فنا می رود آن کو که قشنگ است، این ذات شیء و رسم قدیم روزگار است. هرگز نتوان از دم شمشیر زمان رست، زیرا که زمان فاتح تام کارزار است. در زاد و ولد کوش که زینجا چو روی تو، فرزند تو مایه بقای پایدار است. غزل بعدی غزل شماره 18 رو براتون میخونم. با روشنی گرم وجودت به چه مانی؟ شاید که تو یک روز درخشنده تابستانی، اما چه بگویم که بسی بهتر از آنی، زیرا چو بهاری و به عشق همدم جانی. وقتی که به تیر باد ستمگر رسد از راه، از شاخ درختانت کند غنچه تکانی، و از آنچه ز هستی به 3 ماهی شده پیدا، با باد خزان می رود انسان و به آنی. و از چشم فلک گاه رسد گرمی بسیار، اغلب شود این رنگ طلا تیر جهانی. از حسن چه گویی که دگرگون شود آسان، با بخت و به تغییر طبیعت به زیانی. اما ز تو گویم که نشانی ز بقایی، از چنگ فنا لطف و صفایت برهانی. آواره به تاریکی مرگت نتوان کرد، وقتی که تو در شعر من همواره بمانی. تا هستی انسان به زمین است و توان دید، تا شعر من از زنده به جان تو جاودانی. غزل بعدی غزل شماره 38 رو برای شما میخونم. به هنگامی که شعرم از تو و شیرینیت گردیده سرشار، چگونه ذوق شعرم در ره ابداع شود بیکار و بیمار. چگونه هر نوشته میتواند از تو و عشقت نویسد، چو در پیش جمالت می شود هر شعر نغزی چون شب تار. ز لطف و حسن تو باشد اگر شعرم به چشمت خوش درآید، چه کس باشد چنان گنگی که از او شعری ز تو ناید پدیدار. اله شعر و الهامی تو ای روشنگر هر آفرینش، و از هر نه اله شعر و الهام برتری در گفت و کردار. تو بگذار هر کسی که او بر تو خواند سر دل راز از نیازش، سرایت شعر جاویدی براید بی گزن از دور و اثار. چو ایام سخت از شعر ناچیزم شود خوشحال و شادان،
ستایش آن تو باشد دلم را سهمی از اندوه سرشار. غزل شماره 63 رو برای شما میخونم. نمیخواهم که عشقم همچون من گردد پریشان و آرد دست بیرحم زمان جانش به پایان. به هنگامی که اوقاتش چنین خونش کشد سر و چینها بر جبین صاف او سازد نمایان. و هنگامی که او صبح جوانی را ز کف داد به سوی راه پرشیب شب پیری کشد جان. و هنگامی که هر زیباییش کو شاه آنهاست رود سوی فنا تا گردد از هر دیده پنهان. و اینسان دور شاداب جوانی رفته از دست و پیری برده آن گنجینه شاد بهاران. برای این چنین هنگامه ای آماده هستم که رویارو شوم با خنجری پیری بران که تا زیبایی معشوق شیرینم نشوید اگرچه جان معشوقم بگیرد درم آسان. و در اشعار من زیبایی یارم ببینند که اینان جاودان مانند و او ماند در آن. بعد از غزل‌ها میریم سراغ قسمت جالب ماجرا که در مورد فصل‌های مختلف شعر سروده و یک سرود هم هستش که مربوط به رومئو و جولیت هستش که من ترجیح میدم اول اون رو برای شما بخونم و اگر فرصت شد بقیه شعرها رو هم برای شما خواهم خوند. قطعه‌ای برگرفته از رومئو و جولیت. رومئو: گر این معبد شود با دست من پس مشو غمگین، گناه کوچکی است که لبهایم چو زواران سرخ و آتشینند، چو مرهم روی جای زخم دستم می نشینند. جولیت: تو ای زائر مکن دستان خود را بیش از این پست که والا تحفه‌ای باشد همین دست که مردان خدا دستی که دارند به وصل دست مشتاقان زائر می سپارند. رومئو جولیت: رومئو: مگر این راهبان و زائران را لب نباشد؟ جولیت: چرا اما به جز ذکر و دعاشان تب نباشد؟ رومئو: پس ای قدیس رهد این لبانند که سازند آنکه دستان می توانند. تو رخصت ده نیاز از تو بخواهند مبادا از ره ایمان بمانند. جولیت: به تارک راه اغوا بسته باشد مگر بخشش به زائر کرده باشد. رومئو: پس اینک از کنارت بر نخیزم که تا سود از دعایم پر بگیرم. اما شعری هم برای بهار خونده به نام بهار که فکر میکنم آخرین شعری باشه که میتونم براتون بخونم. چو بر روی چمن هر گل زند نقشی به یک رنگ، بنفشه رنگ آبی میزند نرگس همه رنگ. ز هر سو می نوازد شادمان آلاله آهنگ، چمن شاد است و آواز شعف خیزد ز هر سنگ. به روی شاخه ها فریاد کوکو، تو گویی میزند طعنه ز هر سو که مردا دامن پاک زند کو و کوکویش بود ضربی غم‌انگیز و بدآهنگ، چنان ساز غم‌انگیزی که بر دل میزند چنگ. و هنگامی که می آید نوای نیز چوپان، چو آواز چکاوک می نماید وقت دهقان. ز هر دو زاغچه پران و لاک پشتی خرامان، به هنگامی که هر دختر زند رنگی به دامان. به روی شاخه ها فریاد کوکو، تو گویی میزند طعنه ز هر سو که مردا دامن پاک زند کو و کوکویش بود ضربی غم‌انگیز و بدآهنگ، چنان ساز غم‌انگیزی که بر دل میزند چنگ. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید. هنوز خیلی مونده از غزل‌ها و شعرهایی که نام داره ولی متاسفانه وقتی برای ما نمونده. اگر دوست داشتین این کتاب قطعاً به چاپ‌های جدید هم رسیده. البته من اطلاعی ندارم ولی اگر از ادبیات و هنر جهان خوشتون میاد
میتونید این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.